درود و تشکر برای همراهی. امروز درباره مادری که ظاهراً از جبر شوهر خود و دو طفلش را در حصار کشت صحبت میکنیم و هم درباره هیاهویی که در گرد فوتبال بازی نورسانی تاجیک برداشتند. ویدیوهای شما از نمازگزاری مهاجران زیر ژاله و باران و هم ماشین‌های بدبوی در دوشنبه را میبینیم. جزا گرفتن شوهر سیرم خالوه از دهه سنبله ناحیه حصار که ماه می امسال خود و دو کودکش را به دریا انداخته کشت، بحث زیادی را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک برانگیخت. سوزان اری را در فیسبوک گفته است بهترش از شوهر جدا میشد و خود و کودکانش را نمیکشت. محبوبه زبیرова به او پاسخ داده است که زن بیچاره از ترس طعنه مردم خودکشی کرد. به قول محبوبه بعضی از مردم از سنگ زدن به عزت نفس یک زن جدا شده لذت میبرند و از همین سبب زنهای ساده تاجیک دست به خودکشی میزنند. خدا یک یگانه همین زن شوهر 6 سال 6 ماه 6 ماه همین مناسبی خوش دستن که دیدگی آدم ور حواس می. دادگاه حصار ساکن این ناحیه فتح‌الله شریفov را برای به مرگ رسانیدن همسر و دو کودکش به 5 سال زندان محکوم کرد. حجه دختری 23 ساله ظاهراً یک کاربر وبسایت رادیو آزادی را سخت آزرده کرده است که او زیر نام مستعار مادر نوشته است. تاجیکان میخواهند دختر 17 ساله را کلین کنند و میخواهند عقل زن 50 ساله را داشته باشد و خدمتگار شود. به قول مادر این منتالیته عصری سنگ است و در برابر شوهر و آنهایی که سیرم را آزار دادند والدانش هم گناهکارند. مادر به والدان چنین مراجعت کرده است: شما دختر را برای تحقیر و همخوابه کردن کدام مرد خوشدامن و خویشاوندان ظالم زاییده تربیت کرده اید؟ اگر چنین باشد نزایید و سپیرال مانید. دخترها مردم صبح سیت کاری بازی نبودن من. خوب میشد اگر شما هم خاموش نباشید و نظرتون را در این باره بگویید. پیش از صحبت درباره شور و هیاهو در اطراف بازی فوتبال بازان نورسی تاجیک اول ویدیوهای شما را میبینیم. اینجا مسجد در ناحیه مینسک 63 در شهر مسکو است و مؤلف که ویدیو را به رادیو آزادی فرستاد گفت آن را روز 20 سپتامبر هنگام نماز جمعه ثبت کرد. این ویدیو را یک کاربر از دوشنبه فرستاد و نوشت سالهای اخیر دوشنبه زیبا شده و ترقی کرده است، اما ماشین‌های کهنه پرتوکش گاه‌ها آنها را ناراحت می‌کند. و قول او خدای نکرده یکی از این ماشین‌ها از نزدتان گذرد در بوی آن طاقت کرده نمی‌توانید. برمیگردیم به موضوع خرسند کننده و به بازی‌های دسته فوتبال بازان 16 ساله تاجیک که بعد از پیروزی‌های پی در پی به مرحله اساسی انتخابی قهرمانی آسیا 2020 را یافتند. در 4 بازی پیروز شد و از همه نتیجه بلند آن است که 29 توپ زده از دروازه خود تنها 2 توپ سر داد و بهترین نشانزن چمپیونات مذکور شدم. عبدالصادق در وبسایت رادیو آزادی نوشته است آفرین به دسته نورسان. او فوتبال بازان تاجیک را برای بازی خوب با اردنی‌ها ستایش کرده و گفته است این بازی دیرباز به خواب اردنی‌ها خواهد درآمد. شرف نوشته است رحمت به مربیان که چنین بچه‌های جسور تربیت کردند، همین گونه دوام دهند، سال آینده خدا خواهد جام آسیا از آن ما می شود. ابراهیم دولت در اینستاگرام نوشته است کاش دسته فلانکاران تاجیکستان نیز همین گونه بازی میکرد. کاربر به نام فاضل کاد هم به زبان روسی در اینستاگرام نوشته است تاجیکستان دیرباز است که عقب می رود، حداقل شما به پیش بروید. مثل همیشه فرستادن ویدیو، عکس و نظر از یادتان نرود و تلفن هایی که می بینید واتساپ، وایبر، تلگرام و ایما هم داریم. تا دیدار در برنامه های دیگر.